کشور ازبکستان استاد اسدالله قلندر قدم رنجه کردن و میخواهیم که خوش آمدن و با روح و روان پاک احمد ظاهر چند سطره با سمعی ما رسانند. خوش آمدید و ما همیشه همواره در کنار هم بودیم و هستیم. خوش آمدید. قربان شما مرحمت. ما شما رو میشنویم. السلام علیکم بزرگان، خوش آمدید به محفلی برای من بزرگترین آوازخوان دنیا احمد ظاهری ناتکرار. من خود مخلص هستم، برای همین کم کم از سروده های این آوازخوان بزرگ میخوانم. خودم اینستیتوت سلخازی اینستیتوت تاجیکستان را تمام کردگی انجینیر من، لیکن کم کم حافظی میکنم. روز 18 ایون در سراسیا در ازبکستان در رستوران تاج محل من هم سالگرد احمد ظاهر را گذرانده ایستادم و صمیمانه همه شما را تکلیف میکنم. قدم هاتون نور دیده می شود. سلامت باشتون. برای شما دوتا یا سه تا سرود میخوانیم. Omar.